تحلیل سوالات تست 7 کتاب بانک تست گالاتا صفحات 21 و 22 از مبحث چند جمله ها. سوال اول بهتون میگه که تو دل پی 2x منهای 1 مجموع ضرایب این چند جمله ای برابر است با 3 منهای 7 و جمله ثابت در پی x به علاوه 1 برابر است با y به علاوه 1. حالا مقدار a رو از شما میخواد. برای به دست آوردن مجموعه ضرایب هر جا x دیدین عدد 1 رو جایگذاری می‌کنیم. تو دل این عبارت به جای x عدد 1 رو جایگذاری می‌کنیم. در واقع p 1 برابر میشه با 3 منهای 7. برای به دست آوردن جمله ثابت هر جا x داشتین عدد 0 رو جایگذاری می‌کنیم. در واقع p 1 برابر است با y به علاوه. p 1 دو تا مقدار مختلف که نمیتونه داشته باشه. این دوتا رو با هم مساوی قرار میدیم و میبینیم که A برابر میشه با 4. یعنی جواب گزینه B. دو تا نکته مهم نیازه که اینجا بهتون بگم. زمانی که شما بخواید مجموع ضرایب X که توانهاشون زوجه به دست بیارید، مثلا مثل این سوال آیه 8 آیه 6 آیه 4 آیه 2 و آیه 0 هم چون خودش X به توان 0 داره، اینها رو بخوایم با هم جمعشون کنیم یه دونه پی 1 به دست میارین، یه دونه پی منفی 1 تقسیم بر 2 میکنه. حالا اثبات علمیش هم اینه که چون روی توانهای زوج 1 و منفی 1 جایگذاری کنیم با هم برابره، فقط توان فرداست که خط میخوره، پس با هم جمع میکنیم تقسیم بر 2 میکنیم. بعدی هم برای به دست آوردن مجموعه ضرایبی که x هامون توان فرد دارن، شما یه دونه پی 1 رو به دست میارین، یه دونه پی منفی 1 این بار منها میکنین تقسیم بر 2. سوال بهتون میگه آیه 8 آیه 8 آیه 6 آیه 4 آیه 2 تا آیه 0 رو اگر بخوایم طبق نکته‌ای که گفتم یه پی 1 به دست میاریم، یه دونه پی منفی 1 تقسیم بر 2 میکنیم. منتها آیه 0 رو ازتون نخواسته. آیه 0 رو خیلی راحت میتونیم از این قسمت که به عنوان پی x در نظر بگیریم به x عدد 0 میدیم، میبینیم که 2 به توان 4 برابر است با آیه 0. پس آیه 0 مون اونجا شد 16. حالا آیه 8 آیه 6 آیه 4 آیه 2 اونه که هم 16 برابر است با پی 1. شما باید یه دونه پی 1 به دست بیاریم، هر جا x دیدن 1 بذاریم و یه دونه هم پی منفی 1. خب پی 1 رو بخوایم به دست بیاریم، این 1 و منفی 1 میره میشه 2 به توان 4 16. اگه بخوایم پی منفی 1 رو به دست بیاریم میشه 4 به توان 4 که میشه 256. اینا رو با هم جمع میکنیم، یه تقسیم بر 2 میکنیم. عبارت سمت راست 136 میشه، 16 تا ازش کم میکنیم، جواب میشه 120 یعنی گزینه دی. سوال بعدی مجموعه ضرایبی رو میخواد که x هاشون توان فرد دارن. آیه 5 آیه 3 و آیه 1. شما کافیه که پی 1 رو به دست بیاری، منهای پی منفی 1 کنی و بعد تقسیم بر 2. برای به دست آوردن پی 1 هر جا x دیدین عدد 1 رو جایگذاری کنید. پی 1 برابر میشه با خب 1 منهای 2 منفی 1 داریم، اینجا هم 2 به توان 3 8 که میشه منفی 8 و هر جا x دیدین منفی 1 بذارین. وقتی به جای x رو منفی 1 میذاریم این قسمت کلا 0 میشه، بنابراین پی منفی 1 برابر است با 0. با هم جمعشون میکنیم، تقسیم بر 2 رو انجام میدیم، جواب سوالمون میشه منفی 4 یعنی گزینه C. دو تا تقسیم چکشی داریم که اطلاعات در رابطه با پی x، اطلاعات در رابطه با کیو x. مسئله میخواد که این باقی مونده رو به دست بیارین. خب برای به دست آوردن این کالا شما میومدید این عبارت مساوی 0 میذاشین، هر جا x دید 2 تو دل این عبارت به جای x 2 رو قرار بدیم، مقدار کا به دست بیارین. الان خواسته سوال اینه که بیا 2 رو به دست بیارین. نکته مهمی که خیلی باید توجه کنید اینه که خیلی از بچه‌ها به اشتباه فکر میکنن که این قسمت ما باقی موندمون 0، ولی در صورتی که ما این قسمت یه باقی مونده‌ای داریم، اگر باقی مونده 0 بود علنا اعلام میکرد، یعنی میگفت این عبارت رو وقتی برای این عبارت تقسیم میکنیم بخش پذیره. خب چجوری باقی مونده رو به دست بیاریم؟ شما x2 به علاوه 1 مساوی 0 میذارین و هر جا x2 دیدین منفی 1 میذارین. اسم روشمون هم کاهش توان.
بریم ببینیم باقی موندهمون چی میشه. اینجا x2 بوده که به توان 2 رسیده به علاوه 2x در x به توان 2 منهای x2 به علاوه 3x منهای 1. قرارمون اینه که هر جا x2 دیدیم منفی 1 بزنیم. خب منفی 1 به توان 2 1، این یکی میشه منفی 2x مثبت 1 به علاوه 3x منهای 1. ساده میکنیم، خط میخوره، در واقع باقی مونده میشه x به علاوه 1. این الان شد باقی مونده ایم. حالا با هم یک دونه الگوریتم تقسیم مینویسیم. همیشه وقتی تقسیم چکشی دارید یادتون باشه که الگوریتم تقسیم توی ذهنتون باشه. px برابر است با qx ضرب در bx به علاوه باقی موندهمون هم x به علاوه. مثلا بهتون میگفت p2، پس هر جا x دیدین عدد 2 رو بذارید. در واقع یه دونه p2 رو میخوایم که برابر است با q2 در b2. اینجا هم که جایگذاری کنیم 2 به علاوه که میشه 3. یه دونه b2 رو باید بریم به دست بیاریم. q2 که خیلی راحت، به جای x رو 2 بذاریم جوابمون 5 میشه. به جای b2 باید k بذارید به علاوه 3. p2 هر جا x دیدین تو دل این عبارت به جای x رو 2 بذارید. یه 16 داریم به علاوه 16 منهای 4 به علاوه 6 منهای 1. مثلا رو اگر حل کنیم میبینیم که 5k میشه 30 و k برابر است با 6، یعنی گزینه A. در با سوال 5 داره بهتون میگه که شما اگر چند جمله پی x و y رو یه خورده با هم تعریفش کنیم. چند جمله‌ای که ورودیش دو تا متغیر x و y به صورت زوج مرتب ورودی داره. به جای x ها یه عدد مشخص و به جای y ها یه عدد مشخص رو جایگذاری می‌کنیم. میگه اگر این پی x و y رو تقسیم کنیم، px و y رو ما تقسیم کنیم بر x منهای y به علاوه k. حالا ازتون میخواد که مقدار باقی مونده رو به دست بیاریم. برای به دست آوردن باقی مونده چیکار میکردیم؟ میومدیم این عبارت مساوی 0 میذاشتیم و بعد هر جا x منهای y دیدیم به جاش عدد منفی 4 رو جایگذاری میکردیم. دنبال حلش نیستیم چون بیشمار جواب داریم، بیشمار x و y داریم که تفاضلشون بشه منفی 4. اما ما بریم سراغ صورت سوال، یه خورده سادهش کنیم. اینو از یه دونه 2 فاکتور میگیریم، میشه x2 به علاوه y2 منهای 2 تا xy. بعدی از یه دونه منفی 3 فاکتور میگیرم. الان علتش رو بهتون میگم چرا. منهای 3. چرا فاکتور گرفتیم؟ چون میخوایم x منهای y رو تشکیل بدیم. پس از یه دونه منفی 3 فاکتور میگیریم میمونه x منهای y. پرانتز اول اگه دقت کنی این خودش x منهای y بوده که به توان 2 رسیده. پس ما تا اینجا 2 تا x منهای y داریم به توان 2 رسیده منهای 3 تا x منهای y منهای 3. حالا کافی هر چه x منهای y دیدین عدد منفی 4 رو جایگذاری کنیم. اینه که اینجا باید منفی 4 بذاریم به توان 2 16 میشه ضرب در 2 32 داریم. اینجا x منهای y منفی 4 منفی در منفی مثبت 12 رو داریم و یه دونه هم منهای 3 رو داریم. میتونه از طریق یکان به جواب برسین. 2 2 4 منهای 3 میشه 1، یا اینکه بگین که 32 3 تا کم میکنیم 29 و 12 41. سوال بعدی مجددا میگه که این px رو تقسیم میکنیم بر x به توان 9 به علاوه رادیکال 13 و مجددا بگیم باقی مونده به چه عددی میرسیم. اولین کار این عبارت مساوی 0 میذاشتیم. در واقع هر جا x به توان 9 دیدین شما منفی رادیکال 3 رو جایگذاری میکنید. بریم دل سوالمون. اینجا 3 تا x به توان 9 بوده که به توان 4 رسیده منهای 5 تا x به توان 9 بوده که به توان 2 رسیده منهای 2. حالا کافیه هر چه x به توان 9 دیدید منفی رادیکال 3 رو بذارید. در واقع میشه 3 منفی رادیکال 3 به توان 4 میرسه که میشه مثبت 9 منهای 5 منفی رادیکال 3 به توان 2 میرسه میشه 3. بعد یه دونه منهای 2 هم دارید. ساده میکنی میشه 27 منهای اینام که 17 بنابراین جواب میشه 10، یعنی گزینه C. در رابطه با سوال 7 که خیلی سوال خوبیه، یه پی x میده، پی x درجهش 3 تا اطلاعات در رابطه با پی x هم بهتون داده.
اگر که این عبارت صفر بود در واقع داره ریشه های پی ایکس رو بهتون میده. طبق نکته‌ای که بهتون گفتم میتونید یه ضابطه واسه پی ایکس بنویسید. حالا هیچ ایرادی نداره اگر برابر با یه عدد بود شما میایین یه ضابطه واسه پی ایکس مینویسین. خب ضابطه همون اینجوری بود که ما میگفتیم مثلا t در x منهای x1 x منهای x2 در x منهای x3. بعد t اینجا ضریب x به توان 3 که یکه، پس خود t برابر میشه با 1. یعنی در واقع میشه 1 در x منهای یکی از ریشه هامون یک رو جایگذاری میکنیم. بعدی 3 میشه x منهای 3، بعدی 5 x منهای 5. با این تفاوت که اینها صفر نبودن، عدد 7 بود، یعنی در واقع 7 رو باید بهش اضافه کنیم. این الان شد px. مثلا از شما میخواد که پی صفر رو به دست بیارید. اینجا ما تا این مرحله به پی x رسیدیم. حالا مثلا میخواد پی صفر رو به دست بیاری، یعنی هر چی x دیدین صفر بذارید. خب میشه صفر منهای منفی 1 منفی 3 منفی 5 به علاوه 7. خب ضرب میکنیم میشه منفی 15 به علاوه 7. جواب میشه منفی 8، یعنی گزینه A. سوال بعدی داره بهشون میگه چنین پی ایکسی دارین، پی 1 منهای پی صفر شده 2، پی 2 منهای پی 1 رو مثلا از شما میخواد. بهتون میگه پی 1 یعنی هر جا x دیدین عدد 1 رو بذارید، میشه 3 به علاوه m به علاوه n. تا اینجا این میشه پی 1. بعد بهتون میگه که پی 0 یعنی هر جا x دیدین عدد 0 رو بذارید، میبینین که n برابر میشه با پی 0. گفته که این دوتا رو منها کنیم جوابمون میشه 2. خب این دوتا رو منها میکنیم مساوی 2 میذاریم، میبینیم که 3 به علاوه m n هامون میره میشه 2. در واقع m برابر است با منفی 1. حالا میگه پی 2 رو به دست بیارین، یعنی هر جا x دیدین 2 بذارید. پی 1 مون که مشخص بود 3 به علاوه m به علاوه n. m مون هم که منفی 1، اینم که منفی 1 به دست اومد. پی 2 میشه 3 در 2 به توان 2. این یکی منفی 1 ضرب در 2 رو داریم به علاوه n منهای پی 1 میشه منهای 3 منهای m منفی 1 بود میشه مثبت 1 منهای n. منفی با این خط میخوره. پس نگران نباشید که تو مرحله قبل چرا ما فقط m رو به دست آوردیم n چی شد. n ها اینجاشون ثابت هستن خط میخوره چون بینشون هم n هست. بعد گفته به توان 2 برسونید 4 3 12 منهای 2 منهای 3 به علاوه 1 رو دارید. جواب نهاییمون میشه 13 منهای 5. جواب میشه 8، یعنی گزینه B. و سوال 9 بهتون میگه که A و B عددهای صحیح هستن، یعنی متعلق به Z و یه PX داریم یه QX. PX دو تا ریشه داره X1 و X2 و از طرفی Q یه دونه ریشه X1 داره، همون X1 که توی دل P شده صفر تو دل Q هم جایگذاری کنیم جواب میشه صفر. حالا مقدار آی به علاوه B رو میخوام. ببین یه خورده به ظاهر P دقت کن. قبول داری این همون x2 منهای 2x بوده به علاوه 1 شده، درسته؟ این همون اتحاد مربعمونه. یعنی چی؟ یعنی x منهای 1 به توان 2 بوده. اگه اینو مساوی صفر بذاریم میشه مضاعف 1 داریم، یعنی در واقع x 1 مون برابر است با 1 و حتی x2 هم با 1 برابره. پس تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که a برابر است با 1. خب میایم تو دل Q به جای x هامون عدد 1 رو جایگذاری میکنیم، چون ریشهشه باید مقدارمون مساوی صفر بشه. در واقع 1 به علاوه 3 به علاوه b باید مساوی صفر باشه. b برابر میشه با منفی 4. خب یه دونه 1 داشتید یه دونه منفی 4 با هم جمعشون میکنیم جواب میشه منفی 3، یعنی گزینه D. در رابطه با این سوال خب ممکنه اولین چیزی که به ذهنتون برسه بگید که ما این قسمت رو یه ترمیمی از حالا اتحادهای چاق و لاغر داریم. اول اصلا ما اینجا یه باقی مونده ای داریم. ما باقی مونده هم باید ببینیم درجهش چند میشه. ما این باقی مونده ای که اینجا داریم
درجه این باقی مونده برابر است با صفر. یعنی در واقع باقی موندهمون یه عدد. علتش هم چی بود؟ چون درجه این یکه، این حد اکثر یه دونه درجه از اون کمتر باشه، پس میشه درجهش صفر. در واقع یه عدد داریم. یه الگوریتم تقسیم می‌نویسیم. px برابر است با x به منهای 1 ضرب در bx به علاوه یه عدد. حالا عدد هر چیزی میتونه باشه، ما بحث رو نیست. ولی مسئله داره بهت میگه بی یک رو بذار. وقتی میخوای بی یک رو جایگذاری کنیم، شما اگر بیاین به جای x ها عدد یک رو جایگذاری کنین چه اتفاقی میفته؟ این قسمت که کلا میشه صفر و الان بی یک به دست نمیاد. خب پس چیکار کنیم؟ شما میتونید از این عبارت یک بار مشتق بگیرید، یا اینکه از تعریف حد استفاده کنیش، فرقی نداره. یک بار ازش مشتق میگیریم. خب از این هم مشتق میگیریم، در بی یک ضرب میشه بی ایکس به علاوه مشتق این، حالا هر چیزی، ضرب در ایکس منهای یک. عدد هم که مشتقش میشه چند؟ صفر. و حالا به جای ایکس عدد یک رو جایگذاری میکنیم. فقط اینکه مشتق پی رو بنویسیم، بعد به جای ایکس عدد یک رو جایگذاری کنیم. مشتق پی، ببین این که مشتقش عدد یک میشه صفر، بعدی میشه یک، بعدی میشه 2 تا ایکس، بعدی میشه 3 تا ایکس، میریم تا 50 تا ایکس به توان 49 برابر است با یه دونه بی ایکس داشتیم، یه دونه ب پریم ایکس داشتید در ایکس منهای یک به علاوه 3. حالا هر جا ایکس دیدیم از یک رو جایگذاری میکنیم. در واقع یه مجموع 1 تا 50 رو داریم برابر است با بی یک. خب این قسمت اگر یک بذاری که کلا میشه صفر، این هم که صفر بود. حالا کافیه مقدار 1 تا 50 رو جوابشو به دست بیاریم. برای به دست آوردن عدد 1 تا 50 رو می‌نویسیم، ضرب در یه دونه بیشتر، یه تقسیم بر 2 هم دارید. شما همین الان میتونید از طریق یکان هم به گزینه مورد نظرتون برسید. یعنی در واقع میگیم 50 به 2 25، 5 ضرب در 1 5، یعنی یکان 5 رو دارید. سوال 11 یه دونه پی ایکس داریم که تقسیم شده بر ایکس دو منهای یک. خارج قسمت و باقی مونده با هم برابر هستن. درجه این باقی مونده نهایت درجه که میتونه داشته باشه یکه، چون درجه این 2 و حالا ما باید درجه باقی مونده از اون کمتر باشه. الگوریتم های تقسیم اینها رو بهمون میگفتن. خب اولین کاری که میکردیم ما میمدیم میگفتیم که اوکی ما این عبارت رو مساوی صفر میذاریم، بعد هر جا x رو دیدیم بهش عدد یک رو جایگذاری می‌کردیم. یه الگوریتم تقسیم برای px می‌نویسیم. px برابر است با x دو منهای یک ضرب در px به علاوه باقی مونده هم که شده bx. ببین این در این ضرب بشه میشه x به توان 2 در bx بعد منهای bx، با این bx خط میخوره، در واقع px مون به این فرمه. گفتیم درجهش نهایت یکه دیگه، درسته؟ درجهش نهایت یکه یعنی مثلا به صورت یک kx به علاوه a. حالا من از a و b استفاده نکردم تا متغیرهام با این یکسان نشه. px برابر است با x2 به جای bx k در x به علاوه m رو جایگذاری میکنیم. خب اگر دقت کنیم اینو در این ضرب کنیم، ما توانهامون یه دونه توان 3 داریم، یه دونه توان 2 داریم توی پی و اما اینجا میبینید x توان 1 داره، پس باید ضریبش رو صفر کنیم. میبینیم که b برابر میشه با 0. بعد برای به دست آوردن این مقدار c هم که توی این قسمت داریم، میبینیم که مجددا ما یا توان 2 داریم یا توان 3 داریم، بنابراین عدد ثابتی هم نداریم. c به علاوه 1 برابر میشه با 0، c میشه منفی 1. خب یه دونه b 0 بود، c منفی 1 بود. مثلا ازتون میخواد که اینها رو با هم جمع کنیم، جواب میشه گزینه b.
برای این سوال دو تا الگوریتم تقسیم بنویسیم. این عبارت رو مساوی صفر بذاریم، تو دلش جایگذاری کنیم پی منفی یک شده صفر. این الگوریتم تقسیم هم اینجا می‌نویسیم. مثلا اینجا خارج قسمتش رو تی ایکس در نظر میگیریم. این ظرف شده در یک تی ایکسی به علاوه باقی مونده مجددا صفر. خب از اینکه پی منفی یک شده صفر شما باید یه استفاده بکنید. اینجا باید این ورودی اینو مساوی بذارید با منفی یک. در واقع 3x به علاوه 8 برابر میشه با منفی 1. 3x میشه منفی 9. x برابر میشه با منفی 3. حالا به جای x هم باید منفی 3 بذاریم. پی منفی 1 برابر است با q منفی 3 در تی منفی 3 که داریم به علاوه یه صفری هم که اینجا داریم. پی منفی 1 صفر بود. نتیجه میگیریم که ما عبارتی که داریم باید Q رو انتخاب کنیم که اگر به جای X ها عدد منفی 3 رو بذاریم نتیجه میگیریم که Q منفی 3 هم برابر است با 0. جواب میشه گزینه C. سوال 13 که PX رو واسه اینجا معرفی میکنه. بعد میگه که PX رو ما میتونیم به صورت کامل تقسیم کنیم بر X به علاوه 7 در X به علاوه 8. یعنی در واقع اگر PX تقسیم بشه و ضرب x به علاوه 7 در x به علاوه 8 باقی موندمون میشه 0. خب ما میدونیم که اگر به جای x ها منفی 7 بذاریم یه منفی 7 باید بشه 0. اگر به جای x ها منفی 8 بذاریم ریش های داخل پرانتز پی منفی 8 هم باید بشه 0. بریم ببینیم کدوم که از این گزینه ها میتونه جوابمون باشه. اگر به جای x ها منفی 7 بذاریم ببینیم این که کلا میره. بعد میشه 1 توان منفی n منهای 1 مساوی 0. ببینید ما باید توانمون 1 به توان منفی n رسیده دیگه. خب nمون هم به جز عدد حالا 0 که بخوایم در نظر بگیریم اینجا جوابمون اوکی مشکلی نیست. ما 1 به هر توانی برسه به جز 0 اون حالا اون مثبت 1 رو میده حتی رو خود 0 هم مشکلی نیست و منهای 1 هم که میشه 0. اگه منفی 8 بذاریم این قسمت میره ولی میمونه منفی 1 به توان منفی n منهای 1 شده 0. بابت اینکه بشه این 0 ما نتیجه میگیم این یکی باید بشه مثبت 1. خب همین الان میتونیم بگیم که اوکی پس منفی nمون باید زوج باشه. یعنی در واقع n هامون باید به صورت دوکا باشن زوج. مورد بعدی روی چند جمله ها بتونه تاکیدمون این بود که این توانها باید توانهای صحیح مثبت باشن. یعنی منفی n هامون باید متعلق به ضد مثبت باشن. در این منفی ضرب میکنیم در واقع خود n ها باید متعلق به ضد منفی باشن. بنابراین جوابمون میشه گزینه D. تو سوال 14 دو تا تقسیم چکشی دارین. حالا میگه که ما x رو تقسیم کنیم بر x به علاوه 1 در x منهای 2. بیا بگو dx کدومه. خب یه دونه الگوریتم تقسیم برای x می‌نویسیم. میشه bx ضرب در x به علاوه 1 به علاوه 3. از طرفی خود bx هم الگوریتم تقسیمش میشه cx در x منهای 2 به علاوه 2. جایگذاری میکنیم به جای bx پس میشه cx در x به علاوه 1 x منهای 2 به علاوه 2 در x به علاوه 1 میشه 2x به علاوه 2 یه به علاوه 3 داریم میشه 2x به علاوه 5. حالا اگر اینو تقسیم کنیم بر x به علاوه 1 و x منهای 2 چون این عامل رو داره باقی مونده این که میشه 0. پس جوابمون باقی میمونه 2x به علاوه 5. جواب گزینه B. دو تقسیم داریم. یه دونه px رو تقسیم کرده بر x2 منهای x منهای 2. اینجا رو مثلا در نظر بگیرید tx. بعد اگر بخوایم px رو بنویسیم میشه x2 منهای x منهای 2 ضرب در این tx که داریم به علاوه 2x به علاوه 3.
یا اینکه شما از فصل مودها خونده بودین اگر پی ایکس رو ما اینو ببریم به مود x2 منهای x منهای 2 باقی موندمون میشه 2x به علاوه 3. حالا میگه شما اینو توان 2 بزنید. وقتی به توان 2 میرسونیم p2x وقتی به مود x2 منهای x منهای 2 میرسه این عبارت هم به توان 2 میرسه میشه 2x به علاوه 3 به توان 2 که میشه 4x2 به علاوه 12x به علاوه 9. مجددا مود دارید دیگه، من نباید x2 ببینم. اگر x2 تو دل این عبارت دیدم جایگذاریمون چیه؟ هر جا x2 دیدیم x به علاوه 2 رو میذاریم. پس میشه 4x به علاوه 8 به علاوه 12x به علاوه 9 که میشه 16x به علاوه 17 یعنی جواب میشه گزینه A. سال 16 بهتون میگه این بزرگتر از یک این متعلق به عددهای طبیعی یه پی ایکسی تعریف میکنه و مجددا میگه پی ایکس خودش ایکس منهای 3 در کیو ایکس بوده. ما اطلاعاتمون در رابطه با کیو ایکس اصلا هیچ اطلاعاتی در واقع نداریم، اطلاعاتمون کافی نیست. میریم ضریبش رو تو اینجور موارد مساوی 0 میذاریم، یعنی ایکس منهای 3 رو مساوی 0 میذاریم، هر جا ایکس دیدیم عدد 3 رو جایگذاری میکنیم، نتیجه میگیریم که پی 3 برابر است با 0. حالا میریم بالا هر جا ایکس دیدیم به جاش عدد 3 رو جایگذاری میکنیم. 3 به توان n به علاوه 1 به علاوه 3 به توان n منهای 1 منهای 10 تا 3 به توان 5 مساوی 3. معادله رو باید حلش کنیم ما ببینیم که nمون چه عددیه. از 3 به توان n فاکتور میگیریم که 3 به توان 1 به علاوه 3 به توان منفی 1 میمونه که میشه 1 سوم. اینها رو میبریم این سمت 10 در 3 به توان 5. اینها رو مخرج مشترک بگیریم میشه 10 سوم. 10 با 10 خط میخوره. 3 به توان n منهای 1 برابر میشه با 3 به توان 5. معادله توانی دارید دیگه، توانها رو با هم مساوی میذاریم و میبینیم که n برابر است به 6 یعنی جواب گزینه B.